دست کودکای نابالغ 7 ساله و 5 ساله میقپید گریان ما رعایت میکنیم. همدیاران عزیز، در خانه اکثر ما و شما قرآن غریب است. قرآن در بالای شفنر ما و شما چند گرفتگی خواب است. قرآن نمیشکاییم، بیبلیه را میشکاییم. امروز تاجیک اکثرش نصارا شده است. از روی 2 کیلو روغن، از روی 1 کیلو آرد و 1 قابچه آرد. مر به همین بیناموسید. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در بالای سینه‌اش سنگ کلان میموندن، میزدن، دست پاش بلیزوه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمانی تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مونده. امروز زردشتی را تعریف میکنه. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخونده باشن. دختر شگریف حامله دار شد، از دخترش حامله دار زردشتی که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله به اسلام فخر بکنیم، قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمن ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند، پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه. پدر مادرجان رئیس به خاطر کارش پدرش پدرجان میگه، مادری رئیس مادرجان میگه. مر به ناموس، میبری مادر خت مادرجان بگی، پدر خت میبری پدرجان بگی. مر به ناموس، تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله، اگر تو مادرت دوست بداری، هر پگه پای مادرت بوسه بکن، تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد من در خواب دیدم ریش مبارکش پر از در یاقوت بود. پگهی درس آمدم، استاد من پرسیدم که استاد امشب من در خواب دیدم ریش مبارکت پر از در یاقوت بود. استادش گریان شد، گفت که بله دیدم مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم، مادر مرقه کردم، در بالای کورپچه شناندم، بریشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که در یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان، زنک جان و عروس جان مادر داد میزنیم. مادری که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادری که در خبرها آمده است که به سوی 3 کس نظر کردن عبادت است. یکمش بیت الله را نظر بکن، در نام اعمال خدا ثواب مینویسه. بگو که خداوندا این خانه را تو آفریدی، دوستای تو در گرد خانه طواف میکنن، به تو رو پرو میشوند، تو را دوست میدارن. دویمش قرآن بشکا نظر بکن، بگو خداوندا این سخنی تو است، من دوست میدارم سخنی تو را. سیومش این همی مادرایی که روش جنگ زدگی هستند، این همی پدرایی که پیر هستند، همین را نظر بکن، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد. هم دیاران عزیز باهوش بیاییم. ما و شما را غربی ها بغیر بی آبروی چیز تعلیم نمیدین. ما و شما فقط آبرومان از قرآن میشویم، از احادیث پیغمبری گرامی اسلام. ما چرا امروز بیناموس شدیم؟ چرا ما اسلام دوست نمیداریم؟ اسلامی که ما و شما را گفت که پدر تبوشناس، پدرت نبر مسافرت خانه بسپار. امروز جوان تاجیک پدرش مسافرت خانه میبره، کجا شد ناموس؟ مادرشن حرمتشن نمیداند. مادر دوست بدار. اسلامی ما آمده است که ای فرزند تو دوست بدار مادر پدرت. من خطاب به سوی پدرها میکنم، پدران عزیز، این همش علاماتی است که بیسوادی است. ما فرزندامون تعلیم قرآن نکردیم، ما تعلیم احادیث نبوی نکردیم. ما پدرها در سری دسترخوان نشستیم، نگفته که بچه جان بسم الله بگو، تو بنده خدا هستی، تو امتی پیغمبری گرامی اسلام هستی، تو بگو که اشهد ان لا اله الا الله. چرا امروز دخترچای 3 سالی ما شعر منیژه را میدونه؟ چرا شعر غزل سرایی را میدونه؟ چرا فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز فرزندای 5 ساله ما سوره فاتحه را نمیدونن؟ چرا امروز جوانای ما کلمه توحید نمیدونن؟ من وقتی که نکاح برم جوانا میگم که بگو کلمه توحید بگو، میگه بابی داملا کلمه توحید چی باشه؟ امروز جوان تاجیک دخترها سبسته بیچاره دخترها بروگ میپوشن، نافاشون تافته. امروز ایده همه در صحرا با پدرش در مسجد بشینه، روز یا دیوسی حرام. اینا مسلم الله میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. نردی بازار دید روش یعنی مکد
انگشتاش در گوش انداخت، گفت لعنتی خدا بر شما الا نردی بازا. امروز شرم نمیداره، موش سفید نردی بازی میکند. با میگی برادر نردی بازی نکنم مسلمان، تو پگاه میموری با کدام مولای احمق تو را جنازه میکند؟ میگم ما مسلمانو گپ در دیلای، روسیا گپ در دیلای، زنا بکنی، عرق بنوشی، نردی بازی بکنی، زن تلیج بکنی، دختر تلیج بکنی، با تو مسلمان، تو صدقی مسلمان شوی. این شیطان است تو را خرسن میسازه، تو از اسلام خیلی دور موندی، تو صدقی نام مسلمان شوی. ما خطاب واسه جوانا میکنم، خوشا به حال جوانایی که زن میگیرن، زنشان برای خودشان میگیرن. نمیرا صد مردی عرق نوشی حرامخور با عروس سینه‌اش پس بکره تماشا میده. روسیا دیوس نکاح نداری تو صدقی زن شوی. تو زن برای خود نگرفتی، تو زنی جورها تای. من صدها بار میگم جوان او جورت از لب کندگی تو بیزاره، او لوای کندگی تو تماشا نمیکنه، او سینه‌های سفید زن تو تماشا میکنه و رخسارهاش تماشا میکنه. تو دیدگی گشته در هر روز خطیشی. اون طرف با همون جورت میگه که سینه‌اش کلام بوده است، لنجاش خیره، همون جورایی که در برات میستن. من نمیدانم میمون زنش نگاه میکنه، زنش نگاه میکنه، خروس زنش نگاه میکنه. امروز جوان تاجیک جوراش میگه بیا پری زنی ما پری. امروز جوانی که همین کارا میکنه من نمیدونم کدام ماده شده، کدام ماده امریکا، ماده روس. نه ما مسلمان هستیم. تو ماده قرآن بکن. ای مادر تو پیرو به فاطمه شو، تو پیرو به عایشه بکن. خدا چرا دختر تو منیشه میمونی؟ چرا دختر تو حافظ کلیش در صحرا حافظی میکنه؟ فقط قطعی همون دوزخ میری. من احب قوما فهو منهم. کسی در دنیا کسی را دوست میداره در روز قیامت همون قطعی میخیزه. حاجی دیوس باشه حافظی بکنه عرق بوده قطعی لیل میخیزه، قطعی استالین میخیزه، قطعی کافرا میخیزه. اگر کم بغل باشه مسلمان باشه در بر رسول اکرم قطعی ابوبکر صدیق میخیزه، قطعی عمر فاروق میخیزه، قطعی حضرت عثمان ذی النورین میخیزه، قطعی همین کس. من نمیدانم خدا میگه عرق حرام. یک مرچی کافیره که امروز اگر بگو که ای برادر تو مسافر دولینی داری، تو بچه 30 ساله دولینی داری، تو اصل نخو، تو گوشت گوسپند نخو. همین خانی بابی عبدالرحمن میگه که بچه هم گپ زن گوشت چیه؟ ای خاک در سرت مر باب چی میپرسی؟ گوشت گوسپند. ها نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که تو دولینی داری. ای کاش که تو بمری تو زمین بکشه بهتره. تو نمیپرسی که الله در قرآن گفت که عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، گیره فروشی حرام، زن حرام. پیشی بری سینه تا زن تا محکم بکنی حرام است. اینا نمیپرسه چی میگه؟ گوشتی چیه؟ گوشت گوسپند نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که نخو که تو دولینی داره بمیری. ای کاش که تو بمری تو خلاص شوی. امین بیناموسی. الله میگه که عرق حرام نخو، ننوش. ای جوانان عزیز ما خطاب اسلام بگذارد چرا مردم تو سرگردان میکنی؟ بگو مرا گراب کنید برای در پیش ایوان گور کنید. تو صدقی قرآن شوی، تو صدقی حدیث رسول اکرم شوی. ناموس در اسلام است، ناموس در قرآن است. تو وقتی ناموس نداری تو چرا خطا نام تو میگی مسلمانم؟ من حیرانم. ایروز بگو که یا مسلمانی یا کافر هستی. تو منافق نشو. تو قرآن تو مسجد بند نکن، تو ورزید قرآن نبرو. تو کیلون گرفتی برای کیلون بچت بگی. تو چرا میگی که یک بچه دارم تو میکنم رستوران با توبه میکنم؟ نه توبه قبول نیست. تو نعوذ بالله عرق عشقش قدی فراری زن و مرد جمع کنی بابا کی من مسلمان؟ نه این کار نمیشه برادر جمن. در پیشگاه خداوند جواب میگی. بنابراین لحاظ یکم گروه کسی است که عرق نوش، دویمش که آقی پدر و مادر، کسی که پدر و مادرش از وی ناراض روی جنت نمیبیند. سومش دیوس کی است؟ همین جوانایی که در مسکو کار میکنن آماده سپوشکه میخرن برای عروساشون. امروز عیده میبرن نگر زنک لوات سرخ بکن امروز جورای ما قطعی رو پرو میشی. بعد این جوان میبره در پیش جوراش میگه زنک قطعی جورای ما سلام بکن. با در پیش خودش دستی سفید زنشه جوراش میشپونه. با تاجیک تو اگر نشپونه کوی نمیتیه. قایدی تاجیک همیه. اگر کارخانه‌ش هم بود رئیس هم باشه زنکا قط سلام میکنه. عروس میداره استراسی گفته میره بالا کابینتش میداره. تاجیک مردم دستی زنکا را تا نشپونه با نمیره. با جوان چخ میسته در بالای سر میشینه میگه عروسی هم برو قطعی جوری رقص بکن. ای روسیا تو بدبخت کو یک بار ساعت یک شب بخه بگه عروس بخه در پیش میان رقص بکن. می برقص میگم شوس مردک در پیش جورت رقص میکنن. قطعی جورت سلام میکنن، خش زیبا میکنن. خونت کی آمد با لباسای کانش میپوشه، تنش کی گاو میکنه بیچاره برو تپرا میکنی. فقط با کوچه میروی دخترای شلوغ کوچه رو با تماشا میکنی. نعوذ بالله کجا رفتیم ما با کدام راه رفتیم؟ ما و شما جواز بداریم، ما و شما بی ناموس نشویم. ناموس اسلام است، ناموس قرآن است. اسلام ما و شما را با آبرو میسازد، غیر قرآن ما و شما را بی آبرو میسازد. بنابراین لحاظ الحمدلله رب العالمین موضوعی که من آیتی که من خواندم همین است که در سوره مومنین خداوند چی میگه؟ قد افلح المؤمنون.
نجات یافت مسلمان ها، مؤمنان نجات یافتند. کدام؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مردمانی که در نماز در حالت نماز خواندن آبی چشم میکنن، گریان میشوند. امروز در بین ما و شما چیل درخت است، نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، قرآن نشته بیچاره. اگر ملا بلنگواکه بگیره در میگه چی میگه؟ خب کأنکم حمور مستنفره فرت من قصوره، رنگی که در کوه پامیر یک خری وحشی شیر ببینه با تمام قوتش میگیره که مرا میخوره، مسلمان میگیره. یا فناتیکن، یا بیکارن، روت یا فناتیک. پدرت مرد پدرت گور کرد، مادرت مرد مادرت گور کرد، تبارک در بالای قبرت خان ترا میگه زینا نکن، عرق ننوش. این فناتیکو او جوره که ترا ورزاب میبره، زن تا تماشا میکنه، سینه هاشه، دختر تا خانهش میاری تماشا میکنه، تمام نیتی بد داره. او فناتیک نیو ملایی که بیچاره میگه برادر تو گرهی نکش، عرق ننوش، زینا نکن، تو بدبخت نشو، آبرومند شو. او برای تو فناتیک. مر به همین بیناموسید. تو این خلقی گفتی، قرآن فناتیک گفتی، پیغمبر فناتیک گفتی، الله از تو بیزار است. تو بندگی چی داری؟ تو صدقی نام مسلمان شوی. خداوند چی میگه؟ بندگانی که در نماز در حالت نماز گریان هستند اینها از آتش در خلاص یافتند. هم دیاران عزیز، من خطاب به سوی مادران و جوانان میکنم، پدرایی که بیناموس هستند، پدران عزیز، پسرم پدر آق میکند، پسرم پدر آق میکند. حضرت عمر رضی الله تعالی چی گفته بود؟ در نشسته بود، یک مسافر آمد، قطعی جوانی 20 ساله 25 ساله آمد، سرش خون بود، یاره بود، سرش خون میرفت. گفت که چیکار کردی مسافر؟ گفت بچه مرا زد. حضرت عمر وقتی میپرسید مسافر گریه میکرد. جوان گفت که امیر المومنین مرا گوش میکنید یا گوش نمیکنید؟ گفت گفت چی میگی؟ گفت که آیا همین پسرم در بالای پدر حق داره؟ گفت بله حق داره. چی حق داره؟ گفت حق زمین است که باید اول زنی مسلمان بگیره، مرد زنی مسلمان بگیره. امروز اکثر جوانای امروز که عرق نوش و گریه کش هستند، زنهای فاحشه را زن گرفتن، از زن فاحشه عرق نوش امروز زن تاجیک کنیاک می نوشن. امروز زن تاجیک در کازینو ها لیچ رقص میکنه، از همین خیل زن با همین خیل زنی لیچ با دنیا می آید. سببی در یک تفسیر میگه که یک زن همسایه، این یک بزرگ میگه فرزندش بسیار مردم عذاب میداد، دزدی میکرد، هر کار میکرد. یک روز نزدیک زنش در آمد، گفت آیلی من چی گپ است که من از خدا میترسم اینقدر طاعت میکنم، این چی گپ است فرزند ما بیادب است؟ زن فکر کرد گفت مردک جان، وقتی که همین فرزند من در شکم من یک ماه بود، من خانه همسایه در آمدم، از خانه همسایه بر آمدن ده انارش کشال بود، بس روزانه کم سراخ کردم، یک کرد آبی اناری به همون همسایه را نوشیدم. انمو یک کرد انار فرزند ما را انم خیلی حرام خور کرده است. امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک ماندگی، شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران، بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن. ای زنی که لیچ باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما شما همون دهقان هستیم، برای کارتشکا گیری زمین چند بار پابل بکنی، یاری که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزندی زیبا داشته باشید؟ از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاس خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالقش پرستش نکرده است. با میگی برادر تو نماز میخونی؟ نه، گپ در دل باشه. گپ یهود، قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشان، بز ای پای خودش کشان. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه، این همی جا خوشا به حال بابی عبدالرحمن، اگر این همی جا عرقتی باشه، زن و من رقص بکنن، همه داماد جواب میتیم در پیشگاه خدا. چرا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان کسی است که ای برادر جواب میگه، مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکند، میگه برادر تو میمری، جوان هستی، تو پیر هستی، میمری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در
دهر ایده جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدش برانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک صلات. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، من کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه به از مردی بی نماز، او بری آدم تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبط سون حیف میکند. صدقی 3 همون قبطی سون شود، 20 متر 20 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گور کنید، صدقی کفن شود. صدقی همون خیل مردمی که تابوت ایوه بیزار است، تابوتی که مرد بی نماز زنی بی نماز بار میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مرد تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره با میگه مرا جنازه کنید. صدقی جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش بیچ با مردک با ملای احمق او رو گوره میکنه. روز یا تو ملای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآن. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با ستر است او را گهواره بکن. زنی که لیچ است چرا تو گهواره میکنی او را؟ چرا در بالاش تو با او را چی میپرتی؟ او را بر همه خیلیش او را بگران و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپه صدقی همون شود. در زندگیش همه جاش میتافت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش ستر کرد. بنابراین لحاظ هم دیاران عزیز، حضرت شمسدین کبایر در کتابش نوشته است در دوره حضرت موسی علیه السلام یک زن گریان در آمد. حضرت موسی علیه السلام قطعی شاگردانش نشسته بود. گفت که مادر جان چرا گریه میکنی؟ گفت که سبب گریه من همین است که شوهرم نیست، من زنا کردم، از زنا حامله دار شدم، کودک من کشتم، امروز توبه میکنم، در حق من دعا بکن. حضرت موسی علیه السلام گفت ای مادر برا که غضب خدا می آید. جبریل امین آمد از نزد پروردگار گفت که ای موسی علیه السلام خداوند به تو سلام میگه، لکن چرا تو دعا نکردی در زنی که او پشیمان شد؟ آیا تو نمیدونی از این گناه سخت‌تر چی است؟ حضرت موسی گریان شده گفت که چی است؟ گفت بی نماز از این بدتر است، بی نماز از این بدتر است، مردی بی نماز از این بدتر است. بنابراین لحاظ جوانان عزیز، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال کسانی که نماز قضا میکنن، نماز میخوانن و قضا میکنن. ویل آتش دوزخ هر روز 70 مراتب از ویل پناه طلب میکرده است. ویل مکانی همون کسانی هستند که نماز قضا میکنن. این مردم تاجیک این چی کار میکنن؟ من شب در کوچه های شهر ایا جا میگذشتم، زن مرد در کوچه های شهر نه نماز نه روزه، زنی تاجیک لیچ میگرده با پگاه میمرو رو جنازه میکنن. من نمیدونم این با کدام بی ناموسیش من میگه جنازه بکن. تو با کدام حالت خود مسلمان میگیری؟ با کدام حالت؟ رسول الله تو بیزار، خداوند از تو بیزار است، روی حضرت ابوبکر صدیق از تو ناراض است، روی عمر از تو بیزار است، روی عثمان زینان بیزار است، حضرت علی روش از تو بیزار است. اینا کسانی رو دوست می‌دارن که یا با ناموس هستند. چرا امروز ما اینقدر بی‌ناموس شدیم؟ چرا غمی فرزندامون نمیخوریم؟ چرا غمی دخترامون نمیخوریم؟ ما پدرای دروغگوی هستیم، مادران خیانتکار هستیم. در روز قیامت دختر وقتی خدا نمیپرسه که کنی فلانی دختر چرا نماز نخوندی؟ دختر چی میگفت است؟ خداوندا چرا مرا مادری مسلمان ندادی؟ مرا با ستر میکرد، مرا کوشگر نمیکرد، دروغ نمیخری. همین مردمی که در اینجا حضور دارن دختراشون خودتان یوبکه میخرید، خودتان بروک میخرید، پول میتید در زناتون. من نمیدون امروز ما با کدام لفظی باشه میفهمونم، لکن امروز مردی تاجیک درونش پر است فسق و فجور شده است، عقیده کفری شده است. قرآن میگه که در شپریز اندا او کال بزن که همین قرآن قبول کنه، درست بود رویا ریاکس میته قبول نمیکنه قرآن. چرا؟ درست پر از محبت لیلی نه، درست پر از محبت استالی نه، دیگه او کال نمیده رویا، تغییر نمیاد. این نمیجوزیشتگی ها برادر، زن تا سرش پوشون، دختر تا پوشون، خیلی میگی ملا گفته
با هم رفتار رو نمیدونم که ما چخل اگر خیر خوشا بهاری کسی که بناموس باشه زنش بعدی فهمیدم برای زن اگه خیتات تو ما را خدا بتر رومال بکش پیشی برت محکم بکن گوشبارای تیرات برای ما زینت بکن دختر تو بگو دختر جان تو گوشبار اندا پکا شوهر میکنی قدی شوهر در پیش شوهر زینت بکن او نمیکنین برادر ارجمند ما حاضر همین اگر نمی اومدم همین توی صاحبی توی خفه میشه که ملاها ناپیسنج ده او ما شما را چی کار بکنم گپی مرا نگیرید شما دروغگو شدید اگر یک اوروسی کافر شما رو بگوید که تو برادر تو از یاش هستی پیسه برآمدی بعد نماز بخونی گپی همون رو میگیری ما برای تو میگم خالق خود گفت است که برادر تو رو شیطان فریب ندید تو آرزوی بسیار داری که خانه دیتجا بسازم من مکسیمه بگیرم چی بگیرم خانه قبرستان اندازم میگم برادر تو قبر فراموش کردی قبرستانم یوریمونش فراموش کردی تو برای خانه یوریمون ای دوبای استا میاری برای قبرستانت استا نداری میگم برادر جوانی عزیز میموری یک روز بینماز در پیش جواب میگه خیلی ملا میگه چیکار کنم برای تو دیگه همین کارو بوده که بگیری چیکار میکنی بکنی گپ نگیری یک کسی که وقتی دوست داشتی فریاد کردی و گپش باید بگیری گپش که نگیری چرا فریاد میکنی اون چرا یک ساعت بیکار من چند کس درس میگفتم چند کس صحبت میکردم مخلص قدی و تو مرا که فریاد کردی گپ بگیری من قدی صحبت بکنم نگیری من چیکار بکنم بنابراین جوانان عزیز بعد شنیدن زن تا بساتر بکو دختر تا بساتر بکو همسایه تا بسوی مسجد دعوت بکن همسایت بگو برادر تو مسلمان هستی چرا در خانه ما را یهودی تق میکنم چرا حزب تحریر کافری در بدر خانه میگرده چرا ما مسلمان ها همسایه ما به سوی مسجد دعوت نکنیم چرا نمیکنیم برای که بیناموس هستیم ما یکدیگر را دوست نمیداریم در غمخوار یکدیگر نیستیم از خدا نمیترسیم غمخوار شریعت نیستیم وقتی که ترس در دل ما باشه شبا خواب نمیبرد خدا را حاضر نمیدانیم همچنانه که امام غزالی رحمت الله علیه میگه که مرد زن دوست می داشت مرد زن دوست می داشت زن سفر برآمد مرد به خاطر زن برآمد وقتی رفته شب کاروان دم گرفت در یک مکان همه خواب کرد مرد پیش زن آمد گفت که زنک من تو را دوست می دارم قدیم از زنا بکن گفت برای کاروان نظر بکن مردم ها خواب هستن و بیدار رفت دوان خرسندی را کاروان نگاه کردم خواب گفت بالاش خبر بگی بالاش خبر آمد گفت همه خواب هستن گفت همه خواب برای خواب هستن زنک با استاد گفت که برادر خوب تماشا کردی همه خوابن گفت برای همه خوابن گفت من ترا میپرسم که الله هم خواب است مرد شاخ شد گفت الله خواب نمیکند لا تأخذه سینة ولا نوم الله ذات است که او را پینک نمیگیره الله ذات است که او خواب نمیگیره گفت خوابش نگیره ما چقدر در پیش الله گناه میکنیم تو از خدا نمیترسی شرم نمیداری مرد توبه کرد گفت خداوندا ما پگه چیکار میکنم به این چشما چه خیل الله را نظر بکنم به این چشما چه خیل من رسول الله را نظر بکنم ای مردم باش بیاید اسلام دوست بدارید فقط قرآن دوست بدارید میبره حیوانات لیچ هستند گاو و گوسفند لیچ است نیم که زنی تاجیک لیچ باشد کجا رفته سیم همین ماد امریکایی ماد یهودی ما را بیناموس میکنن یا 10 سال پس دیگه ما میلاد از بین میره ما دیگه زنی تاجیک حلال نمیومیم دایسی حرام مرد در کارای زنک تلفن میکنه که اکه خانم خانه آمده اگه چرایی که بر پدر لعنت تو باری مرده اکه خانه بیگانه مردی بیگانه میدونه در کارش نمیگه که زنک دیگه بیاید تو زنک تا خدا شر نمیداری من در خانه نیستم تا اکه خان تا میاری قدید پاتا میمونه قدید میشن چکشک کرده ناموس کجا شید اکه خان در اسلام حرام های دادر خان حرام های قدید دختر عمه سلام کردن حرام های قدید دختری خاله سلام کردن حرام های قدید زنای اکاتون حرام سلام کردن قدید زنای دادرتون حرام سلام کردن مذهب امام اعظم رحمت الله علیه ما قدید زنی اکا دادرمون حج رفته نمیتونیم چرا ما محرم نیستیم بیگانه است اگر اکمون دادرمون که بمره بعد ایدش برآمدن درست کسی میگیره بگیره زنی بیگانه است هر کسی بگیره درست است بنابراین میلی هست الحمدلله رب العالمین خدا را شاهد بدانید امام غزالی رحمت الله علیه خدا مقامش جنت الفردوس کنه میگه در خانه یک شخصی بزرگ قحطی آمد کم بغلی آمد مرد بازار میرفت از ساعت تا بیگاه میگه کار کنم برای کودکام یگان خوراکه بیارم کسی پسوی کار نمیبوشه یک بیگاه گریان آمد زنش پرسی که مرد چرا تو گریه میکنی گفت کسی مرا با کار نمیبره کودکام گرسنه است از گرسنگی خوابشو نمیبره چیکار کنم ای پگه گفت زنک جان تو برای کار یگان کار بیو گفت میلش مردک جان زیغ نشه پگه من میرم پگه زنکی زیبا کوچه برآمد در این خانه میرفت در این خانه میرفت کسی قبولش نکرد در آخری کوچه یک مردی سوداگری پولدار بود خانه همون مرد در آمد دید که زنی زیبا گفت چی خدمت گفت که کودکام گرسنه است از گرسنگی شب خوابشو نبرده است
یگان چی بودیم رفته کودکان را بودم گفت بسیار خوب تو دختری زیبا بودی زنی زیبا بودی بیا قدیم زینا بکن هر چیزی که در کار باشه ما برای تو میتونم زن گریان شده آمد خانه گشته مردک دید گفت چرا گریان هستی گفت که مرا به سوی زینا دعوت میکنه من از خدا میترسم من نمیدونم چیکار کنم پگاه با زنک شب فرزنداش دید که از گرسنگی خواب نیستن کودکاش گریه میکردن دخترچاش گریه میکردن امروز وای بر حال پدری که روش یا پدری که دخترش لباس نداره یک حافظ $1,500 میاره عرق میتیه چی کارا میکنه دخترش میگه پدر جان بده لباس بخر میگه پول ندارم ای مرید دیوسی حرامه تو پدر نیستی تو خیانتکار هستی بچهش میگه پدر جان من یگان سنبوت یگان لباس خوب بخرم همسایه لباس داره نه بچه جان ما حافظ فلانی حافظ میاریم او $1,200 میگیره باید ما حافظ بیاریم اینا پدر نیستن یا دشمن هستن اینا خائن هستن در روز قیامت جاشون دوزخ میشه زن پگهی رفت نزد مرد نزدی همون خانی تاجی رفت گریان در آمد گفت که زنی زیبا چرا گیره میکنی گفت امشب کودکام از گرسنگی خوابشون نبرد چیکار کنم گفت شرط همون شرط اگر قدیم از اینها بکنی هر چی بخوای میتونم تا زن به خاطری کودکاش گفت مالش چه خیلی باشه کودکام نمورن لباساش خانه در آمدن کشیدن وقتی هر جلیش کردن بدن زن میلرزید خیال میکرد که دستاش از بدنش جدا میشد مرد نظر کرد گفت که زنی زیبا چرا تیخ میلرزی گفت که از خدا میترسم خدا ما را میبیند از خدا شرم میدارم مرد ایستاد گفت چیکار کردی گفت از خدا میترسم پگه خدا میپرسه که چیکار کردی تو مرد گفت که خداوندا این زن کم بغل از تو میترسه چرا من نترسم مرا اینقدر زن دادی اینقدر پول و مال دادی چرا من نترسم هستم گفت مادر جان لباسات پوش من در خدمتی تو هستم چرا امروز مادری ما به سطر و به دیانت و به ناموس شده است این خیل زنها بودن این خیل زنها فرزندای زیبا میرامد امروز مادر قدری خش گم کرده است خشلیج کرده است پیروی یهود کرده است معاشه بریده است رنگی میمون کرده خشه زن به گیسو زیبا داره زن به سطر زیبا میشه نیم که تو بدن تا پوشانیم بگه که من یوبکه میپوشم زنی که بیچاره 50 درفته پاشوش برچینگ شده حاضرم در کوچه میبره شرم نمیداره یا یوبکه در بدنش 50 داشته همش پوچه شده حاضرم خدا شرم نمیداره نعوذ بالله نمیدونم من قسم به نام الله امروز نمیدونم مادرها را چی بگم مردا را چی بگم رسول الله در کجاست صحابه بودن رسول اکرم در صحبت صحابگان است زن گریان نزد رسول اکرم آمد گفت مادر جان چیکار کردی گفت یا رسول اکرم شوهرم در تجارت بود منش شیطان کرد قضا کردی نماز عصر امروز ما پروای نماز نداریم مسجد ندیدیم پگه میبرن بعد دست پشت بسته بچه میبرن تلیج میکنن دختر تلیج میکنن همه را در 2-3 ساعت پول بسیار را میگیره میره باید برای تو با بعضیش تعریف میکنه که اخ فلانی همسایه مرا رحمت کنم حافظ میشناخته بوریزاده قبرستان میشناخته 1200 گفت رفتم 200 بخشید 1000 تا آمد این مردمی تاجیک من نمیگم شما کدام راه رفتید با خرسند میگه پولی مکو نه آخی پگاه دوزخ جات میشه پولت با پگاه دوزخ فریاد میکنی که فلانی شما را نصیحت نکردی كل نفس بما كسب رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر روز قیامت جنتی داخل جنت میشن دوزخی داخل دوزخ میشن حاضر اگر در این عصر 21 همین موعظه را ما کردیم اگر 20 سال پیشتر بگم که برادران دوزخی ها با جنتی ها گپ میزنن هیچ خیلی گپ میزنن حاضر تاجیکستان با امریکا صورت دیده گپ میزنی کو جنتی قطعی دوزخی تلفن میکنه برادر ما سلککم فی سقر تو در دنیا چی کارا بودی داخل دوزخ شدی چی میگه من در خانه بابی عبدالرحمن آش خوردم شکمم پر شد زن داشتم همه چی داشتم نه که مردم ها گوش کردن عبادت کردن من گریختم من در کار نبود من گفتم که یا فناتیک هستن یا دوستی من هستن یا دشمن یا بیکار هستن نماز نمیخوندم میگم که یا مولا همونجا میگم نماز بخوان من گفتم آزیاش هستم من تن پرور هستم آزی برم عید بگردم تا بگه قطی زنای بیگاری قزنای لیش تماشا کنم رفتم نه پیشی خواندم نه چی اصلا مفتاب شیش بیکار گشتم امروز مردم جام دوزخ من نفهمیدم خدا جنتی ها چی میگفتین ما سلککم فی سقر تو چی کاره بودی در دوزخ میسوزی چی میگفتین دوزخی ها مرا فرزند داد دختر داد مرا چشم اینا داد پای روان داد دستی گیرا داد من از حلقم درون میرفتم من قربالام رفته بودم دام کارپوش دیده بودم
مردم های گلوش آب نمیگذشت، نه که من پا نگرفتم، من بینماز بودم، امروز سبب بینمازی مرا داخلی دوزخ کرد. بنابراین لحاظ سبب بینمازی سبب رفیقی بد دوزخیت میگردانه. و ما یک موضوع را اندکک به جوانان میگم و بعد الحمدلله رب العالمین یک جای یگان آیت قرآن میخوانن، یگان غزل تاجیکی هم بخوانن، بعد دعا میکنیم. دویم کسانی که خداوند میگه که الذين هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جنتی ها کسی الله را نمیدیده باشم من یک بار سجده نمیکنم. خاطری مقصدی ما شبخیزی ها گریان از ترس عذاب خدا همین است که ما الجمال الله را میبینم. وجوه یومئذ ناظره. بعضی گروه هستن که مردم شیعه اونا این کار میکنن، جمال الله را دیده نمیشه، میگن ما بیزاریم از خلق رو. ما یقینا میگیم الحمدلله جمال الله را میبینیم. آیت قرآن است. ما مقصد عبادت ما همین است که جمال الله را میبینیم. بنابراین لحاظ یکی از مردمانی هستن که زکات میتین، رمضان در زکات بودیم از $1000 $25 برای اپای کم بغلت بوده. چرا امروز مردم ریاکار شده؟ یه هفته توی میتیه. بگو برادر همین تو همین توی مردمی بینماز دعوت کردنه و برای اپاکت پیش رمضان یا 2 قابشات بخر یا 10 کیلو روغنش بوده. نه ندارم، برای ریا کردن داری. و برادر همسایت زنی بیوه بیچاره شوهر نداره، کودکاش گرسنه هستن، برای یاردمش بکن. نه من توی میکنم، مردم را تعریف کنه. ریاکار شرک اصغر همین است. مشرکه دو خیل شرک، شرک اکبر با میشه که نعوذ بالله مردمان نعوذ بالله نعوذ سری مزار میره میگه موابی من یاردم ته من کار بده، اینی مشرک است. دویم مشرک همین است که ریاکار خوشته ای حج میای گاو میکشه یک هفته توی میتی مرا تعریف کنم. ای میمری تو بری صغیر خانه دبتی بیمار داری یک کم بغل همسایت دبتی چه خیل چیزی با وادی بعضی جوانا چیکار میکنن؟ پدرش بیچاره پول نداره در کیسش، وقتی مرده بعد چیل میگن چیلی حرام، بعد چیکار میکنن؟ یا 3 گاو بکشم مردم دعوت کنم و تو میبری تو هم یک پولی گاو در کسی پدرت مینداختی، پدرت جمعخانه میرفته یا 2 کیلو نبات میگیری میخور بیچاره حقش قاق شده مرد و بعد چیلش با گاو کشی رو میبین بس تلا نکری و تبین. اوه این قدر پر بیچاره کمپیری روز دکی یگان لباس نداره و کمپیر که مردک انا بعد خدایی شبی سار شبی. این از کجا گرفته اسلام؟ اسلام ما خیلی نیست. اسلام ما میگه که مادرت در زندگی دوست بدار، پدرجات در زندگی دوست بدار، دعاش بگی از تو راضی شوه، 5 وقت نماز در مسجد بخوان، خدا از تو راضی، پدر و مادر راضی. نگی اگر بدبخت اگر پدرت ناراض باشه مادرت ناراض باشه اگر هر روز از پول گرنگا بکش جا دوزخ خیتر خداوند دوزخ میسازه. امروز همه چیز چپکی کرده. بنابراین یکی از مردمانی که مسلمان هستند خداوند چی میگه؟ والذین هم لفروجهم حافظون، کسی که زنا نمیکنن، قطعی زن بیگانه. جوانان عزیز خداوند میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. ای بندگان من شما زنا نکنید، زنا کاری بد است. تفسیر ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه میگه که در ضمن همین آیه کریمه یک روز جناب سرور عالم با همراه حضرت عمر فاروق نشسته بود. عمر فاروق یک جوان زیبا در آمد نزد رسول اکرم صلوات الله علیه گفت که یا رسول الله ای پیغمبر گرامی اسلام برای من اجازت که زنا بکنم. حضرت عمر گفت یا رسول الله من اجازت منافق سرش بگیرم؟ گفت که صبر کن کما پرسی میرن. گفت جوان چی گفتی؟ گفت که یا رسول الله برای من اجازت من زنا بکنم. رسول اکرم گفت که بچه جان تو مادر داری؟ گفت بله مادر دارم. تو میخوای که همسرت با مادرت زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. گفت اپا داری؟ گفت بله اپا دارم. گفت میخوای که همسایه قطعی اپات زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. خواهر داری؟ گفت خواهر دارم. میخوای که مردم بیگانه قطعی خواهر تو زنا بکنه؟ هر سوالی میکرد نمی. رسول اکرم چی گفت؟ و احب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما. این خیلی باشه بچه جان. گفت دوست بدار برای مردم هر چیزی که برای خود دوست میداری تو مسلمان میشه. اگر تو برای خود دوست بداری که زنی مرا کسی نگاه نکنه، دختر ما نگاه نکنه، خودت کردی مسلمان شده نمیتونی. نه که اگر بخوای که تو مسلمان شوی زنی بیگانه همچون مادر، دختری همسایه همچون دختر، تو میشی مسلمان. جوانان عزیز کما تدین و تدانو، همچون که جزا داده میشه. زنا کردی زن تا زنا میکنن، زنا کردی دختر تا زنا میکنن. این عیب خودت است. کتابای نقلیات میگه که یک روز یک زن قطعی یک شوهرش نشستن در سر دسترخوان. مردو که الحمدلله رب العالمین من خدا ترس هستم. زن گفت نه مردک جان من خدا ترس هستم. مرد گفت نه شکر خدا من خدا میترسم که
تو را خداوند توفیق داده است. گو خیلی بیا شر میکنیم. زن گو چی شر؟ گو من خب زیب و زینت میکنم کوچی شر میبرم. گو مردم را چیکار میکند؟ زن خوش زیب و زینت کرد برآمد کوچی بازار کاروان و بازار سخاوت همه جا را گشت بیگاه آمد. مرد پرسید که زنم جان چیکار کردی؟ گفت در بازار کاروان دستی مرا یک کس قپید. بعد مرد گریان شد گفت راست میگی من دستی از زن بیگانه را قپیدم. برادر ارجمند کردی میکنن بنا برای هاست از خدا شرم داریم. به امید دلار نشو، به امید سامانی نشو، میموری دلار در سرت میمونه. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند بس. مکن تکه به دنیا ملک و پشت، چون تو بسیار پرورید و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی مردن در روی تخت و چی در روی خاک. پرزیدنت هم باشی میموری، وزیر هم باشی میموری. کجاش لنینا، کجاش استالینا، کجاش فرعونیا، کجاش دی کسانی که دعوا میکنن دنیا ای وای گفتن همش زیر خاکه. یک قبرستان بره کو یک پنج قبرستان بده را کنه یک فریاد بکنه برادرها شما چی کار هستید و چی میگن بیا جنوبا میدانی حالت چی است، بیا با میدانی با حالت چی است. وقتی در لحظی تاریک بماننده دیگه پیش قفا نظر کردن بگی زمین هر روز فریاد میکرده است. چی میگفت است؟ ای فلانی تو امروز در بین رفیقات گشته هستی فقط در زیر ما تنها میایی. تو امروز خورده هستی به لذت فقط تر کیرما میخورن. زمین هر روز فریاد میکند. آفتاب که بشینه فریاد میکند میگفت است فلانی خیر نباشه تو مرا دیگه تا روز قیامت نمیبینی با فقط دیگه کتاب پیدا میشه. بنا برای لحاظ هم دیاران عزیز جوانانی به ناموس ما از خداوند همین قدر استدعا دارم طلب دارم که خداوند ما و شما را به ناموس بگردانه. ما جوانایی که زن میگیرن اونها را میگم که اونها به ناموس باشن. خواهران نصیحت میکنم که خواهر جانی عزیز تو باید از خدا شرم داری، تو باید با ستر باشی. مادری عزیز تو باید مسلمان شوی، خودت باید نگه بداری. حدیث جناب رسول اکرم است ای ما امرأتین صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها قیل لها یوم القیامه ادخلی فی الجنه من ای ابواب شیتی. زنی که 5 وقت نماز بخواند من نمیدونم بعضی ملاها میگن که 6 تا بخون بیچاره مادرامون یا همین دام اگر یک 2 تاش نماز خون باشه بیچاره با همه 6 تا میخونن. نماز نمیشه. نماز زن و مرد هر یک است. زن باید راست نماز بخونه. قیام در نماز فرض است، در نماز واجب است، در سنت است، در مستحب است. نفل 6 تا بخون درست میشه. در نماز فرض اگر 6 تا خوندی نماز نمیشه، تو ترک فرض کردی، باید نمازات ایسر بخونی. برای این سبب مادری جان تو خودت اول نماز بخوان بعد دخترات بگو نماز بخوان. در صورتی که تو مادر جان تو مادر هستی تو را خدای قدر داده است تو لیج باشی تو صدقی دختر شوی. تو دختر تلیش کرده میبری بازار میبری لواش سر میکنی که سوداگرای جوانان بین دختری ما بخرن. تو روز تو خیانتگار هستی. تو رزق ای دخترت میبینی ای خدا نمیبینی. نعوذ بالله روز در بازارا کی بود رای دخترها همش نجاش اصل لواس سر باخشان کرشمه کرده یک جوان بود را ما بخرن. نعوذ بالله چی بدبختی ای چی بدبختی ای. نعوذ بالله نعوذ بالله. برای این سبب پیغمبر گرامی اسلام میگه که مادر تو خاندانی هستی، تو مربی هستی که هیچ مکتب و میسی تو فرزند تربیت کردن نمیتوند. تو مادر قدری خطه بدان. جناب سرور عالم در بیت الله نشسته بود مردم ها را نصیحت میکرد. جوانی در پشتش مادرش در یک سبد پیر شیدگی بود عرقه کرده 7 پیشتم افتاد. آمد در سایه ماند نزد رسول اکرم آمد گفت یا رسول الله پشت ما برای مادری من ماشین است کدام طرفی دنیا بگد میبرم شهر آیا ما حق فرزندی را ادا کردم؟ رسول اکرم آبی چشم قدی گفت که رسول اکرم خودش یتیم بود گفت قسم به نام الله که یک بار آهی مادر تو اجرا کرده نمیتونی. شبهای زمستان که تو گیره میکردی مادرت میخیست آه میکشید آهی مادر بسیار آهی چکر بود. چی میگو؟ مقصد چی بود؟ خداوندا بچه مرا کلام بکن، بچه مرا سمدار بکن، بچه مرا محتاج نگردان، بچه مرا از کسل نکن. لیکن تو حاضی آه بکش چی میگی؟ خداوندا مادری ما پیش که جان شو بگی پشتی ما درمان شده. آهی تو آهی مادر چه خبر داره؟ پدران عزیز
حضرت عمر قصه کرده بودم، پسرم پدر آق میکنه. اون سفید گفت که مرا سرمزد خون کرد. بچه گفت که امیرالمومنین آیا مرا گوش نمیکنی؟ گفت گوش میکنم. بگو بچم چی کار کردی؟ گفت که همین پسر در بالای پدر چه داره؟ گفت پدر باید زنی مسلمان بگیره که اوی فرزند مسلمان شوه. دویم نام زیباش مونه، سومش او را تربیه بکنه پیش عالم مونه. این جوان گفت که امیرالمومنین قسم به نام الله مادری من رقاصه بود، رقاصه که ازلیش نافوشون میتو در بین مردم ها همه خیلی رقاصه بود. من رقاصه شدگیم، من مادری مسلمان ندارم، مادری من رقاصه است. نامی من جوعل است، کانگوزی سیایی که در دری تپکا میگرده همون جوعل است. مرا در پیش یگان عالم هم نمانده است. مرا یک خرد سوار کرد پدرم، میرفتم که علف درم میکردم میامدم. هستی و مرد چی گفت؟ گفت ای مصطفی پیش ای که تو فرزند تو آق بکنی تا ای فرزند چند سالشی تو آق هستی، تو صدقی فرزند شدی تو. بنابراین میلیاز پدرانی عزیز، مادرانی عزیز، پگه این دخترها از شما دعوا میکنه، این پسرها دعوا میکنه. بنابراین میلیاز در آخر ما از شما معذرت میخوام که وقتی شما را زیادتر گرفتم، لکن جیگری ما برای شما میسوزه. باید شما به ناموس باشید، باید مردی تاجیک عالم باشد. ما المعطا پریده بودم به نزدیکی مرا دعوت کردن، در سمالیات نشستم، گفتم آزی در سمالیات شاید که وقتی که در هوا پریدیم اعلان میکنن که مثلا محمد شریف پسر عبدالرحمن لیاچی که یکم درجه. نه که وقتی ششتم فکرم ده، وقتی که صدا کرد سرگی ایوانوف لیاچی که پیروی درجه، گفتم ای تاجیکی کجا شدی بچی تاجیک، کجا شدی بچی تاجیک گیرین کشی را میتونی، بچی تاجیک زینا را میتونی، ورزاب رفته میتونی، میبری بخوانی که لاچیک شوی، میبری بخوانی پایچی شوی و تا بکی تو محتاجی عروس و محتاج یهود بشی. و بخوانید علم از ما بود، خب جامعه از ما بود، سینا از ما بود، خوارزمی از ما بود. امروز انگلیچنا کتابا را دزدیدن، ما محتاج مایا شدیم، امروز ما بی سواد ماندیم. من نفرت میخوانم، من در روز قیامت دعوا دارم از ملاهای احمق بی سواده که پیشتر اونا ملا نبودن، اون یهودی بودن، میگفتن که علم تقسیم کردن به شیطانی رحمانی. گفتن که علم شیطانی در مکتب 10 ساله بخوانی شیطانی، در مکتبی اگر قرآن بخوانی رحمانی، روش سیاه میکنه همش مکتبی رحمانی است. نیوتن خیمیک بران نه دروغ هیچی نارو الله کردگی است، او همون چی کرد؟ آشکار کرد، همش از جانب الله. این گپا دروغ است، همش الله فرنگه. کوستا بیچاره نوینه به نزدیکی رفت در بحر، آب شیرین آبی شوره نوشیدن، وقتش خوشید. خداوندی را 1427 سال پیش مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای بنده تو به کدام نعمتی من تو دروغ میگی؟ و من ترا دو بحر یک جای میکنم، آبی شیر آبی شور و آبی شیرینه در بینش پرده دارم، تو نمیبینی به چشمت. تو چی کار میکنی؟ تو آب مینوشی استعمال میکنی میخوری، این از کجا است؟ این آبی اسمان میومده از کجا است؟ فکر میکنی نمیکنی؟ تو چی فکر داری؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کف آری به غفلت مخوری. این همه از بحری تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. وای بر حال ما، نعمت الله را استفاده بری. از یک مرج اگر بچه تونه افیرس بکنه دادنش میتی دکتر جان رحمت ما در خدمتتون، اینه موشی در خدمتتون. و تو میبری الله را شکرانه بکنی. چرا الله که تو را چشمی زیبا داد گوشی شنوا شکرانه میکنی؟ و تو یه مخلوقی قدر در پیش خمشی. چرا تو در خانت خور میزنی؟ چرا در خانت نل میزنی؟ تو نل پرستی؟ خور پرستی؟ خدا خارت کنه تو میبری از خدا طلب کنی. یا که نبود و یا که نسی. او مسلمان شب نه ایشان شب نه مخصوم نه مولا. او مسلمان شب مسلمان خدا طلب کن. مزار کجا میری؟ مولانا کجا میری؟ ای مولانا تو بیزاره بیچاره گپ زدن میتونه. اگر گپ زده بتونه همین زنکار میگه افا برو تو سوق پوشم وجود میتونه. ای برو آسیت کشال کن هم وجود میتونه. او بیچاره گپ زدن نمیتونه. بیچاره چیکار کنه؟ بیزاره ای ما شما مولانا بیچاره. با تاجیکا برخ زیارت میرن. برخ بیچاره نه برخه نه برخه پا دروغه. و تو میبری پیش عالم زنده بری. ترا بگو که دختر تا بساتر کن. زات بساتر بکن. و پیش یه عالم زنده بری شما. یا عالم زنده که رفت آمد بکن. این قد تو زنده شو. تا بکه همین کلپنگ میگردی.
یه روز میموری میری دیگه تو ای خدا زیادتر به عقل دار یا جورش هم ترا بفهمون که جورت ناموس بکن برای این سبب از خداوند جل و علا یک برادر ما سوال کرد است که داملای محترم آربیزانی که زنها میکنن درست است یا نه؟ آربیزان شاید من یک چی برای جوانان میگم که همیشه ما در یک جا نکاح بودم تقوی دختر دعوا کرده که مرا شما چی بودید وکیلانه ای برادر حرامه میگم نخواه گوشتی خو حرامه تو بجای که چند تا بگی که من راضی هستم اینا برید من راضی هستم تو چیکار میکنی میگی تعامل است ای برادر تو کافر نکن خودت تو حرام نکن من میگم چیکاری شافیر و تو شافیر باش تو میبری ای کاسو ای بنزین اساس گپ زن و من ملام باید من قرآن گپ زنم امروز بیچاره شافیر ملاقی میکنه پادوان گئی میشه بیچاره پادوان دکتر شده دیگه پیشرفت نمیکنیم ما و میبره هر کس کارش بکنه و من ملا میگم برادر و تو حرام نخو تو وقتی که بسر کلان آمدن جوانان عزیز بند نبند رنگ گوشت خوک حرامه شاهد حق نداره وکیل حق نداره همش حرام است کارو سوزن زدن شرک است یه قرآن یه شریعتی ما یه شریعت کافر است در پشتی شهر سوزن زدن من زنکار سر کردم گوش شما مادر شما کافر نکشی خطونه میگی تعامل ای بعد گوش تو کار اخته بکن شافیر میخیزه قدیم رو سر به سر بشه نه که مادران عزیز آربیزانش خوشم به خوشانی از شریعت است این در قانون اسلام نیست که تو آربیزان بکنی لکن یک فال نیک است فال نیک همی که الان که خانه آمد دست روغن میماله از زنه که زیبا نمازخوان باشه زنه که به نماز دفع کنه بارنگ هم به نماز میشه یک کمپیری پیری نمازخوان در دست روغن میرزه خواب کنه دعا میکنن انشاءالله شاید با برکت شود یک فال نیک بگنی را فرق بین دست چپ و راست در خوردن چی است؟ فرق داره جناب رسول اکرم صلی الله علیه و صحابی دیدی که بعد از چپ بخور گفت یا فلانو کل بیامینی بعد دست راست بخور حدیث صحیح هم هست دست راست برای کاری خیر است دست چپ برای کاری بعد از برای مستحب کردن کاری دیگه است لکن اگر ضرورت داشته باشی درست است باقی نداره با میشوی توزه میشد درست است لکن دست راست از دست چپ فرق داره خیلی ملایی که ریش دارد به ریش را امام میکند نماز ما درست میشد یا نه نه روی هم خیلی ملا سیاه که ریش داره خودش اکفای درست نمیشه نماز اکفای به ریش نماز درست نمیشه من خطاب به سوی شما میکنم تو ملا شدی بیچاره تو 40 خور هستی با چی خطاب بجا میکنی تو زندگی در 40 سال ای بدبخت من ملا من اومدم این الحمدلله من یه روز ای جمعه برآمدم در مسجد خال مشرف من جمعه را گذراندم برام طفلی ما پوشیدم دیگه بچه‌ها مخلصا گفتن حضرت عایشه گفتم نه بچه‌می مالی خودشون های من کی مال دارم پولی خودشون های چی جای مدار من میرم پایینش خودش کسی آورده بود پول مرا خرید داده بود با خودش پوشیده رفته من لم یشکری ناس لم یشکری الله از پادشاه تا آخر اگر شکری مردم نکنه شکری الله نمیکند همه این وظیفه اینا همه این کابینش اینا ایرین همین کم بغل آیلیک میگیرن و زندگیشون رو پیش میبرن خصوصا کدام ملایی تاجیکیزم کدام ایشانی حرام خوری تاجیک کار میکرد مز میذارن همه شکمشون هم کم ایرین ما و شما رو کم بغل هستن برای سبب ملا شدی به انصاف شو ریش داری پیش بدرو حتی مولانا تهانوی لکنوی او گفته است که مولانا اشرف علی گفته است کسی ریش داره او مقدار سنت است او فاسق است او پیش در آمدن نمیتواند مدینه حصار یک کار غلطید پیشین بخوانم توی مسجد را آمدن میدارم یک بیریش در سرش سلام مونده مسخره باز با پی یکی میشه ای قفای تو نماز چی میشه تو صدقه اسلام شدی با پیش در آوردن او امروز مسخره بازی رئیس در گردنش گاستوک تو میخرواری داره و تو میبری ملا ریش تمونی تو چرا ملا میگه که تو خدای خیری اگر صدقه اگر پاکیزه بگیری تو همون 40 خیری جوره رنگ ما هیچ فرقی نداری تو میبری باید ریش مونی تو باید تو خطبا پاک میگیری اکد تو ملا نباشی ریشته بتروش گاستوک بند نیکی اگر ملا باشی ریشته ما پیش بدرو تو متکبیر نکخته ملایی که خلق از او روزی نیست از پس از نماز درست است یا نه او را فهمیدن در کار برای چی است ملای امروز تاجیکای ما ملای حقو رو نقض میبینه باب گرم یک کفای دیسو امروز تاجیک یهودی پرستی ده ملای رو دوست میداره که وازی نگاه کنه دیدین بین ما و شما ده وازی چند کس میگه
این میگه بوی عبدالرحمن این ملا را یک جوری خگب زده گوشمون رو کار کرد فلانی داملو قادم خوب بوده اومد تا آخر چیش جمع کرد و پیچ و خیس رفت او پگه کتی هم ملا دوزخ میری ترا که ملا بیچار نفهمونه ترا گپ نزنه تا خاک میفهمی تو زن خود قرآن خوندن نتونی زنت خوندن نتونه ای کجا میفهمی تو حاضر قدرت خدا اصلی 21 شده یهود بالای محتاب برآمده حاضرم اگر ملای کنم خلخب شکمش پوری گو اولیاء روسی اولیاء شکمش پوری حرام خوردگی در بدر وزیر بگرم اولیاء یا بیچاره که اشای نورجا گپ زنه او اولیاء نه امره به همین رستانه چی گپ بدبختی است چی به ناموسی است خرتکای حتیشان میگیره معاویزه میکنه ای فلان ای روز سیاته مسلمان کسی ایشان دوست مسلمان است او مره به همین روزوش بیزار مای ملایی که خوب باره میخره گپ نمیزنه خوب گی وای صدقی قرآن شوه صدقی حدیث رسول اکرم شوه درباره شوری سبابا بگوید بچه جان به نزدیکی من یک معرکه یک مسجد مسافدا زیاد بودن همین سوالا کردم من مسافدا رو گفتم پیر داری گو بره گفتم بابی برای پیرت بپرس سازی من اگر تو را بگم که علی قاری حنفی مذهب عمدت المحققین بهترین مذهب در امام اعظم داره 120 کتاب تصنیف کرده است اون رساله داره 34 حدیث های جمع کرده به حد تواتر رسیده است پیری من نمیکنه پیر تمای خود در سر قبرت مون قدم برادر شب قدی پیری مثلا قرآن میگم میگه پیری من نمیکنه برای قدی پیری حرام خورد بگه داخل و برای این سبب من شما رو با میگم که یا گپ خدا و پیغمبر بگی یا برادر شب قدی هم پیری حرام خورد برادر شب دوزخ بره ما با میگم امروز خلق ما محتاجی گفتن خدا و رسول بیزار شریعت ما ایو ایشانه که خوب باره میشینه میخیزه و شما هوشیار شید کسی را دوست بر شما را گپ زنه کسی خواب بشینه پول تا نبگیره فرچونه در قبای ماشین و اولیاء روسیه اولیاء چه خیلی آدمی تا اولیاء برای این سبب 34 حدیث صحیح آمدگی در رفع سبابه کسی میگه پیری من نمیکن خدا بگیره پیرشه رسول اکرم گفت است لهی اشد من الشیطان من الحدید رفع سبابه از شمشیری که سر شیطان میبری این سخت‌تر است تو چرا با میگه که من نمیتونم تو دروغگویی را بتونی زنا را بتونی بدبخت زن بیگانه تماشا کرده بتونی تو یک رفع سبابه را نمیتونی برای سبب الحمدلله رب العالمین سنت جناب سرور عالم است سنت جناب رسول اکرم بهترین سنت از رسول اکرم کسی سنتی مرا زنده بگردانه گویا دنیا را زنده کرده است حاضی با بیچاره کدام طالبای نو بردارن یگان بچکای این میگن یا وهابیان قولستان خودش بیچاره نو مسلمان زیرم در وجودش لیل لوس میدار مسلمان نشده با میگه بچه را سر کنی سر لیچه ها و سینکلتن ای بس شرم است کدام همین ایره کدام احمق اگر بی سوادی احمق باشه هم میگه که سرش برو و سرش پیغمبر خدا سرش خوند اکثری آموشه بیچاره صحابه لباس نداشتن سرش خوندن لباس نداشتن امروز چرا ما اینقدر بی عقل شدیم که جوانا رو از مسجد سر میکنیم تو مسلمان باشی تو از کزینا برو مردم دعوت کن بسوی نماز یک جوانی که در کوچه گرد او رو دعوت بکن تو چرا جوان از مسجد سر میکنی جایی که او رو خدا توفیق داد ای کودکیش تو فکر بکن در سالی وای تو بودی چی کاره بودی تو میگشتی خر و نرخر بودی تو یه عمر شافری کردی چی کار گشته بودی این بیچاره 20 ساله الحمدلله مسلمان شده چرا این کارو میکنیم ما رفع سبابه سنتی مؤکد است علی قول رحمت الله میگه دور المختار با یک قول مستحب گفته است رد المختار سنت میگه اینا حضرت امام اعظم رحمت الله در فتوای عزیه گفته است ای مردم کسی که دعوا میکنه امتی رسول هستم اگر رفع سبابه نکند امتی رسول شده نمیتوند از مذهبی ما شده نمیتوند درباره رفع سبابه زیاد گفاست لیکن ما شما التماس میکنم بکنید بچه جان گوش نکنید مردم بی سواده پیری من میکرد استازی من میکرد خیلی جاهل بود بیچاره چون کتاب هم بود او حدیث ندانه بیچاره تفسیر رو نخونده باشه ای مردمی خوب حاضر الحمدلله کتاب برآمده هر یک فتوا حاضر من الحمدلله 25 فتوا کم میزنم کی میشه استادام کتاب روشن هیچی نداشتم بیچاره همه بنامشون 4 کتاب خیلی ملاقی میکردم بیچاره 4 کتاب ملاقی میشه 4 کتاب میگه که اصول دین برادر 8 قسم است کار یهودی‌ها اول امامت میگه بعد نبوت میگه و ما قانون داره آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث این اصول دینی ما که ما اصول دینی شیعه رو میخونیم او اصول دینی شیعه که اول امامت و فلان فلان ما اصول دینی ما شما چی است آمنت بالله زنی که خودش را مسلمان میگیرد
به سطر میگردد. اگر زنی که با بعضی مادرهای ما و شما لیچ میگرد با نماز میخوره، یا نماز درست نیست، دروغ میگه، مسلمان نیست. او سطر اول فرض است، کسی به سطر میگرده از دین میبراید. زنهایی که بیگاهی ها در تگی دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه، چی میشه دیگه؟ میبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد به همش در بیرون میته و تو میبری و خیلی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم در قشتا خبرشون یک هفته بگرداخی بشینه ببیوید. چی گپه که مردم میگذرن پروا نداره که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم با بکن همه جاشو میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا، من حیرانم. من روز تو رو دیوانه میشه نظر میکنی. با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه. با زن یاش میاره مر میبچه بخیر چای بیار روخی. این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور مانده، از حدیث دور مانده. دایوس به ناموس بشی. خداوند خوب حرام کرد، عرق حرام کرد. چرا؟ در وجودش دایوسی داره. کسی گوشت خوب میخوره دایوس زنش در پیشش آشنایی بکنه پروا نداره، دخترش آشنایی پروا نداره، دایوس میشی. عرق هم آدم به ناموس میکنه، دایوس میکنه. همین که بعضی نمیفهمون، بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میه خونش میدره با پکا میره ها طلباش با گناه نکنی. این روز تو میبری اول خود عرق نخری. این مسخرگی رو بی خودش پیان میای خونه‌شو طلباش میبینن با طلباش میگن این دیوانه رو بی خودش بیگه مست بوده با ما رو میگه گناه نکن. این مردم چی کار کرده شما؟ با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی. برای این سبب از قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن، یگان غزل میخوان، بعد دعا میکنیم. ما بسیار خوشحال است خداوند شما را به ناموس بگردانه. ما الحمدلله شکر الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنه، یک کس هم زنش به سطر بکنه، من خوشحال میشم الحمدلله. خوشا به حال او جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای ما برای تو اما کار میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن. دختر جانش تربیه بکنه، دخترش بگو دختر جان من تو را دوست میدارم، من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم. جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون دوست بدارن، پدراشون دوست بدارن. اگر همین رفت من باشه در گرم سفیدخانه برآمده میرن پدرشون در سفیدخانه میپرتوین، کسر شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنن دیگه خونهش نمیاره. چرا؟ زنم به معقول نی مرد به زن تا معقول نی پگه خیلی نمیشی. زن به معقول نی. من در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاسو کم در گردنش بود. بعدی اومدنشو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود. چند بچه داره؟ 6 بچه دارم. ترا چرا جا بردن؟ که نام به معقول نی. کجاشی ناموسی تاجیکی؟ کجاشی سمدارای تاجیکی که از اینا میسازن؟ یهودی ای خودی او پاره دنیا آمده تاجیکا رو کافر کردی. کجاشی دید پولدارای حرام خوری گیره فروش که تاجیکا رو یاردن بکنن؟ کجاشی زکات انداز زکات بدین؟ $800,000 $2,500 باید زکات بدی. بازی میلیون دلار در تاجیکستان لو زده، میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000. تاجیکستان تماما سیر پوری میشه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه، حرام است زکاتش. باید بخونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار. چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که همین جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن. لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسه به کسی در کار نیست، ایو جوابنامه در نو ورقای دراز ده بالای صندوقهای دختر دونده همین جمله را نویسه. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله هست که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی تا حال حق شوهر را به جا نآوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات ها نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانید. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواهید که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواهید که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین. چکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید. در خانه فهمانید که بچم که خانه شوهر رفتی
دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دکانه بازی و طلبه نگو. هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کند. اینجا یک خطی دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. و چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر. از عبیتی برآمدگی شو آمد است، از توی خانه دکانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگد باز بلند آوازی کرده است، شوهر 3 طلاقش کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشین کو. پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دکانم میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم. انشاءالله همه شوهرها اجازت میدهند. اگر تو همرا با زبان خوش پرسی، انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون زنهای میپرسه یکی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدن. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها چه زنها بودند. پدرای عزیز دیر نشده است، دنیا دیگرگون نشده است، ما دیگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم. در دخترهامان تماما توجه نداریم. چگونه معامله میکنند کردن میگیرد. عاقبت یکی میشنویم یگان بی حیایی و یگان نامعقولی دختر ما پسان سرها را در سنگ میزنیم که دیگر فایده ما نمیکنه. زیرا از اول علاج واقع پیش از وقوع گفتند. پیش از آن که این دختری ما بی حیایی بی شرمی کند، پیشکی علاج باید ما و شما میدیدیم. میگه دورای حبیب خدا بود. کیسه مشهور از شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کنه در کتابش میارد. همه بابی همه احترام شوهر در این قصه را حکایت میکند. من جایش آمده که صحبت میکنم. میگه که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتم. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است. بسیار خوب میشه که رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشه شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتشه. دوم آمد از بین 1 هفته گذشت، کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ گفت حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد. وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن. محلش گفتن. از همین بین 1 سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن. شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان و پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز گفت خوش به حالت که آدم خداداد بوده، بسیار زنی مسلمان داشته، بسیار زنی خوب داشته، لیکن رو به همون دختر خبر بده که پدرش آدمی گناهکار بوده است. پدرش آدمی گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت.
لیکن خداوند به خاطر احترام ان همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهری همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوی، چقدر دیگر. ببین باور که شما قبط گوش میگیرید. یکی وقتی گوید که یک دختری تنبل، یک دختری لادری، یک دختری چیرکین، یک دختری گپگردانی، مثال فلان گفتن گیرد، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه برای تو پدر و مادری، تو غمگین میشه که دختری من این گونه، یکی تو باید وقت داشت غمگین میشدی. تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی. امروز تو رحمتنامه میگرفت. از مکتب رحمتنامه من میدادن که 5 گرفته، باور که 1 سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسور و کشتامم گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمتنامه را گرفتن پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنید ان شاء الله همون رحمتنامه را شما میشنوید. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باری که طلاق دادم بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت داره، فقط روایتش در دست من نیست. میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفتی همون تاجیکای ما و شما پشتانه به سر گیرید. در زندگی بسیار خطری، گویم خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست بدارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، ای شخصیتی که نماز نمیخوانه، این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل است، ویل باد برای نمازخوانها، همون نمازخوانهایی که نسبت به نماز بی‌پروا هستند، همون نمازخوانهایی که نماز قضا میکنند، همون نمازخوانهایی که نماز یک چیز عادی میدانند. امروز اکثر از مردم ما در حالت کارش نماز قضا میکنه. برادر بزرگوار، همون لحظه که نماز قضا کردی و کار کرده ساده‌ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید والله قسم او پول برای تو حرامه. یک شیخ خواستن که سفر کنن و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادن، در بین ساحل رسیدن، این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورند. شیخ در حیرت افتاد، این چی معامله باشد که حیوان را میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوست خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد
که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. چک در حیرت افتادن و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتاختند و سوی پروردگار خود مناجات کردند: خدایا از سیر این ما را خبر بده، این چه احوال شد، این دهشت است و این مصیبت است. مناجات آمد، ای دوست خدا گفت باره در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهی‌ها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد.